همین برنامه همدان این سرچشمه برنامه همین فروغ صبحی دنیایی نیست؟ تکاملی برنامه‌های انتلکتوالی باشد اگر این جام چگونه برنامه؟ گاباین خودمون پول پیشنهاد میکردن، پورا پیشنهاد میکردن هم در همدان، ولی من اینا فقط کوشش میکنن به مرگ تدریجی روان کنن. حتی به خودم رحمتی خوندین شریف من شاهد بودم که شدیداً بحث کردن. عبدالقادر عزیز، شما رفتید با برنامه همدان و جام جم. بله. این برنامه چگونه بودن؟ خب چون زبان سوفته شد، آزادتر شدیم. در آمد دیگه خورشید، من وظیفه دارم باید بگم که خدا رحمتی جموف یکی از استادان من در اداره اطلاعاتی سرمایه اخبار بودن. بله. اینا باید من بگویم که در شخصیت شدن من همچون ژورنالیست نقش خدا رحمتی قربانای خود جموف خیلی بلند است. میرزا شارق اسرارов و همچنین رحمانی استان و خدا رحمتی لولخان ستار هم اینها دستی مرا گرفتن. این را باید اعتراف کرد. خب اکنون چون دیگر در میدان ژورنالیستی را برای میکروفون خودمان را آزادتر احساس کردم، اکنون برنامه در کار بود که باز بغیر فراغت دادن بعد جنگ‌های هموطنی باز معرفت بدهد و اطلاع بدهد و دانش‌های خوانندگان را، چون چند سال در جنگ شهروندی قریب که مکتب است بین رفته بود، شما خوب می‌دونید. این ضرورت پیدا شد و این ایده هم ایده رحمتی سیف رحیم‌زاده بود که یک برنامه انتلکتوالی در کار که اکنون همین مردم آگاه کردن نکرد. ولی علاکه رحمتی سیف رحیم‌زاده کشته شده بود و دیگر در بین ما نبود. برای چی همین برنامه صبح رو تلویزیون صبح نامگذاری کرد سیف رحیم؟ میدونی برای چی؟ این زمینه سفینه باید می بود. در زمینه همین صبح تلویزیونی فرهنگی فراغتی تهیه کردنی بود. ایده تلویزیونی فرهنگی ایده سیف رحیم‌زاده فردی بود. یعنی که هم با همین خود تلویزیونی صبح نام داشت. تیوی صبح. در همه میگفتن چرا شما در آن تلویزیون شبکه یک با تلویزیون میشه. ولی سیف میگفت که این محبوبیت پیدا میکنه، دو سه برنامه دیگه ایلوه میکنیم، اینا کانال دویومی ملی میکنیم، فرهنگی فراغتی اطلاعاتی. و متاسفانه بعد رفتن سیف دیگر آرمان و آرزوهای او بعدا عملی شد، ولی در دیگر شکل ها، در دیگر صورت، به هر صورت یعنی زمینش رو کس گذاشته بود. خب برنامه همدان واقعا خیلی دشوار بود. این برنامه برای چی حالا تقریبا این برنامه افیر نیست، همه فن ها همه علم ها رو اندک دانستن در کار بود. بله. باید شیمی را دانی، فیزیک را، ادبیات را، تاریخ جهان را، همه فن ها را. و یاد دارم و تا حالا یک جوانانی که حالا در وظیفه ها هستن، بعضیش در وظیفه دولتی هستن، بعضیش در کارهای گوناگون هستن، همین دفترهای 96 صفحه‌ای نبود که آبشیت را گرفتیم. همه سوال و جواب‌های ما رو در همونجا امونا می‌نوشتیم. انتظار می‌شدیم برای تکمیل دانش و معرفتشان. این آیسته آیسته محفل‌ها در ناحیه‌ها حتی پیدا شد. همین به اندیشه شما می‌بخشید همین برنامه همدان این سرچشمه برنامه همین فروغ صبحی دنیایی نیست به نظر من. به هر صورت اگر که زیر تاثیرم باشد، زیر یعنی که ادامه یا اینکه مثلا رشد تکاملی برنامه‌های انتلکتوالی باشد، اگر ما البته این جام چگونه برنامه ایده چقدر پیدا شد وقتی که ما مثلا همدان می توانست که یک مرد 70 ساله و یک 20 ساله اشتراک کنند، ولی یک گروه دانشجو آمدند و گفتن که ما همین محفل حاضر جواب است و ما میخواهیم که با همسالان خودمون بحث کنیم. نمیشود که این یک دانشجو نامش از یادم رفت یا که اکبر بود یا شریف بود، از همین دانشگاه ملی بود بچه. گفت استاد نمیشود که ما 10-12 دانشگاه داریم، یک همین برنامه انتلکتوال همدان رو میانی دانشجو کنیم.
و چون همدان ختم شده استفاده بودن، یک آخری برنامه بود و جام جمع و ایده جام جمع پیدا شد و میانی دانشجویان، همه دانشجویانی دانشگاه های تاجیکستان شد، در غلغله شد در حقیقت تمام دانشگاه ها هیئت جدا کردن، حتی از امتحان آزاد کردن از زدچاتو، ولی باید شرف دانشگاه خودشان رو باید حمایت میکردن. بحثا میشد، تون میرفتیم گوه گباین خودمون پول پیشنهاد میکردن، پاره پیشنهاد میکردن هم در همدان، ولی من یک روی دارم راستی گپ هیچ وقت وجدانم را نفروختم در این مورد که مثلا. عبدالقادر عزیز، بعد این من با اندیشم همون سالها با شما شناسیده بودم، برنامه بانگی استراب که با شادروان شهرت احمدوف که پسر عمه من می شود و در طی ترمه در عقب انزاب مانده بود، وقتی که با جنازه مادرش می رفت با پافشاری ما نگاه نکرده رفت و هنگامی گذشتن از اینجا زیر ترمه ماند. با همراهی وی شما برنامه بانگ استراب کرده بودید و من خوب یاد دارم که بعد مرگ شهرت شما یک چی کرده بودید، یک تخته یاد بود کرده بودید در تلویزیون و بسیار برای وی سوختید. بدبختانه شهرت همین خیلی از بین رفت. بعد این شما برنامه دادرس داشتید. دادرس این با دولت سفر بود. من تهیه کردم و بعدا با دولت سفر بودم، لایحه آماده کردم. بعد این برنامه چی بود؟ پیوند. این هم مثال خیلی شهرت داشت. گپ در سر اون که بدبختانه امروز اون نفرایی که در شبکه‌های اجتماعی هستند و به سوی شما سنگ میاندازند، اینها فقط همین نمیدونن که این رهبر زردشتی تاجیکستان، از این زیاد نمیدونن. اونا نمیدونن که شما تا این وقت مثلا چقدر عذاب کشیده بودید و چگونه بعد این قدر شهرت و نام مثلا به گوشه فراموشی فرستاده شد. من فکر میکنم این گوشه فراموشی نیست. به اندیشه من این حکم و مرگ تدریجی است. یکم بار من یاد دارم که وقتی که درباره شادروان تاج‌الدین محی‌الدین ما برنامه کرده بودیم، مؤلفی همون صحبت رحمتی جانبی که اکابر در همین باره همین واژه استفاده برده بود از همین عباره مرگ تدریجی. من فکر میکنم که این یک راه خوب آزموده شده برای بعض دایره ها، بعض شخص های علاهیده، بعضی نمیدونم که اینا فقط کوشش میکنن به مرگ تدریجی را میکنن و مرگ به انتظارشون. در موردی مقدمه شما کمی علاوه میخوام کردم. همین برنامه مثلا اشترابم ایده رحمتی صاحب رحیم بود از وکده وزارت کار داخلی، برنامه خدا رحمتی جمعه خان و رحمتی صاحب گفت که چی میشود که همین هر مقامات وقت دقیقا نگیرن و یک برنامه تهیه کنیم که همین از همه ساختارها یک برنامه، ولی برندش از تلویزیون تاجیکستان شده، اونها فقط مواد بیارن. بعد من گفت که تو میتوانی. باز این بلا در سر من زد، بحثا شد، امنیت هم روزی نمیشد، وکیلی هم روزی نمیشد که ما افسرهای ما باید این برنامه رو ولی سیف میتوانست نقطه نظرش رو گذرانده. حتی به خودم رحمتی خوندین شریف من شاهد بودم که شدیداً بحث کردن، حتی تهدید کرد با رحمتی صاحب، ولی گمان میکنم که به حکومت خواهد، چون که مثلا همنشین جناب ولی با صاحب رحیم با دو جمله فهمونید که مقصد ما مقامات رو از اینجا نه، مقصد ما بسیار زیبا اونها میارند، مثلا نه دکوراسیون دارن، تلویزیون ما رو این خودش که زیبا پرست بود بیزیب میکنن، در فونیکیم کدام یک صورتای نامعلوم مکیم چو افیر ما نمیتونیم همه افیر بوده. بعدا کمی دروش دقل دپروس میکنن یا بازپرسی میکنن جنایتکار رو. ما میخوایم که همین از در قالب نو در دایره قانونهای ژورنالیستیک و زیبا پیشنهاد کنیم از طریق استودیو.
جناب ولی البته به اینا میگوید که چیزی که سیف میگوید میداند میگوید و با این برنامه استیراب پیدا شد. بعد دادرس برای چی؟ برای اینکه بسیاری ها مردم شکایت میکردن ولی جنایت نبود. این جنایت نبود و چی بود؟ هم میخواستن که تلویزیون به داد برسد. بعد این ایده من بود، من گفتم که رحمتی سفتم چی میشه که برنامه با نام داد، چون با داد برای داد گفتم میآیند این مردم بیان با داد همین برسیم. ما فقط پیشنهاد میکنیم موضوع را ساختار خودش رفته بیاموزن، موضوعی که مثلا همین نگران کرده شهروند رو، دیه رو، یک منطقه رو، یک گروه رو با داد همین برسیم، چون اینا نجاتشان رو در همین رسانه دیده ایستادن. و تولید شد برنامه دادرس. یکم برنامه استیراب دادم، خدمات جامعه را دادم، دوم برنامه را دادرس رو بعداً به دولت سفر یک مدت اونو هم بردن. چون من اصلا چیزی مهم رو شما گمان میکنم فراموش کرده که من 7 سال دیرکتور رادیو ملی بودم. بله ایش من آزی نگفتنی بودم. چون به رادیو که گذاشتم بعد دیگر این برنامه رو